My name is Daniel Blake. My name is Daniel Blake. My name is Daniel Blake. I am a man. I'm a human being. Not a dog. As such, I demand my rights. I demand you treat me with respect. I, Daniel Blake. 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 فیلم آی دنیل بلیک یک درام تکاندنده مستقله که میخواد ظلم نهادهایی رو که قراره به مردم خدمت بکنن علیه خود همون مردم نشون بده. این فیلم در مورد یک نجار بریتانیایی 59 ساله به اسم دنیل بلیکه که در حین کار دچار حمله قلبی میشه، ولی وقتی میره دنبال بیمه و مزایای رفاهی خودش میبینه که از همه اونا محروم شده. دنیل میفته دنبال کارهای بیمش و در حین پیگیری‌هاش با یه مادر مجرب به نام کتی آشنا میشه که اونم با چالش‌های مشابهی مثل دنیل مواجهه. برای همین این دوتا با همدیگه یک تیم تشکیل میدن و سعی میکنن با این سیستم ناعادلانه مبارزه بکنن. داستان این فیلم به خودی خود تخیلیه، ولی خیلی مشابه داستان‌هایی که برای آدمای واقعی و بازنشستگان بریتانیا اتفاق افتاده، مخصوصاً ماجراها و جنجال‌هاشون علیه اداره کار و بازنشستگی. بریم با هم سکانس‌هایی از این فیلم رو ببینیم. متاسفانه باید شما رو پیش یه مسئول بفرستم و احتمالاً 4 هفته جریمه میشین. حقوق شما معلق میشه. اگه بخواین میتونین درخواست حقوق فقر کنین. متوجه میشین؟ برای رفع تعلیق باید بازم دنبال کار بگردین و اگه نگردین ممکنه دوباره جریمه بشین. دومین تخلف 13 هفته جریمه داره و اما بعدش حد اکثر مجازاته که ممکنه تا 3 سال باشه. هی چه غلطی میکنی؟ درست حرف بزن. باید پاکش کنی. این اثر هنری جدیدمه. من دنیل بلیک تقاضای تعیین تاریخ تجدید نظر دارم قبل از اینکه از گرسنگی در انگلستان بمیرم و تقاضا دارم موسیقی مزخرف پیامگیر تلفنی عوض شود. گوش کن، با پلیس تماس بگیر. الان باورم نمیشه این کار کردی رفیق. خودتو تو دردسر بدی انداختی. اگه کارتون انجام میدادین منم مجبور نمیشدم این کارو بکنم. باورم نمیشه. نمیتونی به خاطر مختل کردن نظم عمومی دستگیر میشین. هی دارم میبرنش. کجا میبرینش؟ هی باشه با تو باشه خیلی خوب.